میکروفون رو خاموش کنم. خب ضبط هم که انجام داده میشه. رکورد هم کردیم. خب شروع کنیم بچه‌ها. Chapter 3 Sensation. Sensation یه معنی خاصی داره تو انگلیسی، به معنی حس کردن توسط حواس پنجگانه است. اینو ما نمیتونیم با احساس که فیلینگ هست اشتباه بگیریم. اینو حواستون باشه. متاسفانه توی فارسی سنسیشن رو ترجمه کردن احساس. ما اصلا یه فصل داریم به نام احساس و ادراک. ما یه فیلینگ داریم. فیلینگ این توه. فیلینگ. یه دونه سنسیشن داریم که با حواس پنجگانه است، بیرون از بدن ماست. ما دنیای اطراف رو با حواس پنجگانه میگیریم، مغز ماه که اون گرفته ها رو پردازش میکنه، ادراک میکنه، پرسپشن میکنه که فصل بعدی خواهد بود. خب 3.1 چی میگه؟ 3.1 میگه سایکوفیزیکس. سایکوفیزیک اگه نگاه کنید دو تا کلمه دارید اینجا. یه دونه سایکو دارید، یه دونه فیزیک دارید. یعنی چی؟ یعنی اگه میخواید به فارسی ترجمه کنید میشه فیزیک روانی. خیلی قشنگ در نمیاد. ما همطور که کلمه فیزیک رو به فارسی ترجمه نکنیم و همه میگیم رشته ریاضی فیزیک، سایکو هم ترجمه نمی کنیم، سایکوفیزیکس. بچه صدا خوبه یا بده؟ خانم ساقط بفرمایید. صدا خوبه. پس اگر صدا خوبه یک نفر هم صداش خوب داشته باشه، بقیه احتمالاً اونایی که صدای بد دارن احتمالاً از اینترنتشونه. خانم ساقط یه چیزی میخواست بگی، بفرمایید. Psychologists study the senses because we come to know our world primarily through them, and what we sense often affects our behavior. قطع و وصل میشه. میخوای من ویدیوی خودم ببندم چون شما واقعا به تصویر من نیاز ندارید. ویدیو رو ببندم، شاید صدا واسه بعضیا بهتر بشه. ببندم تصویر رو. اجازه بدید. چجوری باید ببندیم اینو؟ حالا اینهایی کردم، خاموش کردم دوربین. خب اینم ما خاموش کنیم. خب خوب شد. نور تو چشمم بود. خب الان صدا چطوره؟ الان صدا چه تفاوتی داره؟ بهتر شد؟ صدا اوکی، اما صفحه عجیب شده. یعنی چی صفحه عجیب شده؟ خیلی خوب، صدا خوب شد. بسیار عالی. من نمیدونم چرا از تدریس این کلاس بسیار لذت میبرم. خیلی خوشم میاد از این انگلیسی رو توی درس میدم به شما، مخصوصا که با روانشناسی قاطیه، از انگلیسی معمولی بهتره. استاد جلسه اول میشه درباره روال کار صحبت کوتاهی داشته باشید. روال کار اینه که ببین ما داریم متون تخصصی روانشناسی رو با هم دیگه کار میکنیم. من میخوام به شما یاد بدم که اون چیزایی که بلد هستم و به شما یاد بدم در مورد خواندن متون روانشناسی تخصصی و اشتباهاتی که بسیاری از مترجم‌ها مرتکب میشن
اونا رو به شما یاد بدم که شما اون اشتباهات نکنید. و اینکه یک نکاتی هم راجع به ترجمه براتون بگم. صدا هنوزم بده. خب بذارید یه بار من ریفرش کنم. بعد بذارید من اصلا یه بار با اینترنت خودم بیام. با اینترنت همراه اول. خب چون همه اینا تاثیر داره، از جمله این چتایی هم که چت میکنید اینا هم تاثیر داره، اونطوری که من دیدم. خب بازم من یادم رفت میکروفون رو بزنم، عجب گرفتاری شدیم ما. این باید سیستمش طوری باشه که میکروفون خود به خود بای دیفالت روشن بشه. 2 ساعت دارم حرف میزنم. بچه‌ها لطف کنید از طریق واتساپ پیام بدید. لطف کنید از طریق واتساپ پیام بدید. الان خانم ثاقب شما میخواید صحبت کنید، ببینم مشکل چیه؟ خانم ثاقب صحبت میکنید، ببینم مشکل چیه؟ آقای کریمانی بگید. الان صدا عالی شد. عجیبه، ما با کلاس‌های دیگه این مشکل نداشتیم. همون 2 دقیقه اول مشکلات حل شد. الان 20 دقیقه است اینجا سر این که صدا میاد نمیاد. الان صدا خوبه. خب خوبش اینه که همه اینا ضبط میشه و بعدا میتونید ببینید که اکثر بچه هم این کار میکنه، حالا چه صدا خوب باشه چه بد باشه. فقط من خانم ثاقب کجا رفت؟ داشت اعتراض میکرد ولی خانم ثاقب پس مشکلی نداری؟ خب بچه ها لطفا برید توی واتساپ پیام بدید. اینجا وقتی که تو اینجا پیام میدید
صدا بد میشه، سیستم هنگ میکنه. توی واتساپ پیام بدید. من واتساپمو روشن کردم، اونجا پیام بدید. خب از اول شروع میکنم. بذارید من ضبطم بزنم، واسه که ضبطم دوباره باید بزنم. نه